پیامبری که بر ویرانه‌های قومش ایستاده بود این را گفت: من خیرخواه شما بودم، اما شما خیرخواهان را دوست ندارید. میدونید عربی لفظ خیرخواه چی میشه؟ میشه ناصح یا همون نصیحتگر. حقیقتش هم همینه. مردم نصیحتگرا رو دوست ندارن چون فایده نصیحت بعداً آشکار میشه، وقتی که دیگه فایده‌ای نداره. دوران دبیرستان سخت بود. معلم‌های اخمو و کتک و همه اون سختی‌های دهه 60 باعث شده بود پسرک کمرو از تحصیل و دبیرستان زده بشه. دوست داشت بزنه بیرون از مدرسه و بره کتابخونه و تا پایان وقت مدرسه کتاب بخونه. مشکل اما ناظم مدرسه بود، آقای خسروی. زخم خورده جنگ بود. این خسروی انگار کاری نداشت جز مراقب اون بودن. حضور و غیابش رو دقیق چک میکرد، نمره‌هاش رو، و هر چند وقت یک بار صداش میزد دفتر رو با لحنی مهربون و دلسوزانه نصیحتش میکرد. برای پسرک همین لحن دلسوزانه سخت بود. آخه به تو چه، من میام یا نمیام؟ نمیخوام بیام اصلا. این رو تو دلش میگفت و منتظر پایان سخنرانی آقای ناظم میموند، تا اینکه یه روز در حالی که با اکراه وارد مدرسه میشد یکی از دوستای صمیمیش رو دید سوار دوچرخه. هی خبرداری خسروی مرده؟ شاید تقصیر ترکش‌های باقی مونده از جنگ بود، اما هرچه بود ناظم بعدی دیگه کاری به کارش نداشت، گیر نمیداد و اون آزاد بود. تا سال سوم فقط 25 واحد پاس کرد، بعدش هم اخراج. از این نصیحتگرای مزاحم تو زندگی همه ما هست، مخصوصا وقتی که جوونی و حالت بد میشه از خیرخواهی اطرافیانی که معمولا 2 دهه یا بیشتر باهات فاصله سنی ندارن و بیانشون هم جذاب نیست و ما دقیقاً همینجا اشتباه میکنیم. من رو کنترل نکن، قضاوتم نکن. چقدر نصیحت. راستش همه این خیرخواها هم حرفشون درست نیست، ولی یه توصیه: حرفشون رو گوشه ذهنت ذخیره کن. بعدن که تنهایی با صدای خودت بهش گوش بده. شاید حرف خوبی و طرف ماهر نبوده تو بیانش، یا شاید حتی از قیافش خوشت نمیومده. اینا رو باید الان میگفتم. تو دوران فردگرایی و تقدس و غرور کمی هم به خودت شک کن. ما بدترین اشتباهاتمون را با اطمینان کامل انجام میدیم.